اولیچدره یکی از دوردست‌ترین دهه در حدود ناحیه بلجیون بین این تپه‌ها واقع می‌باشد. اینجا در چنین محیطی کوهستان 47 خواجگی و 376 نفر اهالی عمر به سر می‌برند. اول درباره نام دهه. انا اون دره‌ای که شما می‌بینید همه درختانش اولیچه هستند. دره اولیچه‌زور و اکای سیوالی شما گپ زنید که معنای نامی همین دهه‌تون دهه اولیچدره نام دارد. همین خیلی اینا چخیل فهمیدن ممکن؟ اگه وقتی پدرای ما کوچیدن با همین جا اومدن اینجا بسیارتر درخت اولیچه بود. همین درهایی که می‌بینید همین بسیار بسیار اولیچه است. همین سبب همینجا دو تا اولیچه داره. دو تا اولیچه داره. اولیچه داره بالا اولیچه داره تا همه حیات شما در اولیچه در حقیقت خدمت میکنه سهم داره اولیچه جمع میکنه. همین سالو ده تونه هم قشلق و فروش میرویم. رزق روزی مردم. بله بله. اولیچه پیش از اولیچه داره با از اون شنیدم اینجا را با چی میگفتن؟ چنبولی مستان میگفتن. چنبولی مستان. مسافرای پیشتر. نشنیده بودن که برای چی چنبولی مستان میگفتن؟ اگه اسب بازی بسیار بود مثل چواندازی اینجا بسیار بود. همین صبح اکم نزدیک همینجا. اینجا آبهای خنک چشمه ها هم هست. اون دورتر همون قریب از 300 متر چشمه شفا میگن. بازی متاسفانه در نتیجه خشک سالی کم چند سال شد خشک؟ 3 سال شد. آبش چه خیلی بود؟ آبش بیاد خنک بود. نوشیدن میشید؟ نوشیدن یک پیاله را با یک دم نوشیدن نمیشید. سفرمون در این دهه ادامه می‌یابد. پیش از آن که عاید عنعنه مردم با نام چواندازی در اولیچدره گپ زنیم، دقت شما عزیزان را به یک چند معلومات‌های جالب از تاریخ و فرهنگ دهه‌داری این مردم کوهستان دور کشور عزیزمون جلب می‌نماییم. بسیار جالب است. در دهه اولیچدره در این بلندی در اینجا آرامگاه خواجه قطب‌الدین نیشاپوری موجود است که اینجا ساکنان دهه از شهر و دیگر ناحیه ها به اینجا به زیارت میآیند. معلومات مختصر را ما کوشش میکنیم از اینجا گیریم. من میروم و در این باره به شما معلومات میدهم. یک صحیفه تاریخ دیگر این دهه این آرامگاه است. بینید در این دهه از مرکز خیلی دور یکی از متفکران شرق همینجا دفن کرده شده است. ساکنان اینجا را مقدس شماریده مقبره آن به زیارتگاه تبدیل یافته است. دیدن این مقبره برای ما هم خیلی عجایب و دیدنی بود. فکر میکنم برای شما هم. برای آنکه شما در این خصوص معلومات داشته باشید ما پیشتر رفتیم. با دقت باشید. صحبت من اکای سیوالی، من این برادر امروز به زیارت اومدن. اکای سیوالی درباره همین آرامگاه شما چی میدونید؟ چی شنیدید؟ ما هم شنیدیم که 600 سال پیش همینجا دفن شده. 600 سال شده. دیگه در برای اصولش ما چی معلومه؟ پیشتر مثل تا ساختن این آرامگاه شما اینجا زندگی کردگین همینجا چی جا بود؟ خیلی بود؟ تپه خاک بلند بود. یک سیر نموده درختی که میفته نیست در همینجا بود. یک تاش در هم تمامونه تمام. اینجا مردم می آمد برای زیارت؟ بسیار می آمد. شما گفتین که می ترسیدین؟ خیلی گولاکی در می ترسیدیم. همینجا حوضی جنگلزار بود. اینجا خیلی بازی بود درختو در نتیجه خشکسالی کم شد. خوب شد. همینجا چواندازو هم برای دعاگیری برای زیارت می آمد. پیش از مثال مرکه‌های حوضی میان. مقبره در کنج دهه در این بلندی واقع است. پایان حولی آن را هر گونه درختان پیچانیده گرفتند. آن چیزی که حالا میگویم این هم غیر یادی است. توجه کنید. این درخت نام دارد درخت دوبولغا. همین گونه درخت در این منطقه از روی معلومات ما در یگان جا نیست غیر از همین جا. از بالای همین مزار در وقتش کنده در همین جا شنونده بودند. و از همین یعنی تنه درخت دوبولغا قمچین میسازند و همین خیلی ساکنان گفتند که قمچین رو در بدن انسان زدن قطعا من و گناه است. تنها برای در بدن اسب زدن است. در اولیچدره ما معجزه رو شنیدیم. گفتند که از داخل سنگ کورسنگ آب نوشاکی جاری میگردد. با وجود آنکه راه تا آنجا دور بود با مشکلات راه نگاه نکرده سوار و پای پیاده تا آنجا رفته رسیدیم. بینندگان به نهایت عزیز، شما دیدید که از داخل سنگ آب براید.
البته این معجزه است. انا این کره سنگ و از داخل همین سنگ این در دهه اولیچازور آب میبرد. انا همین آبی که دیده استید از داخل همین سنگ برآمده ایستاده است و این را ساکنان این محله در دهه اولیچادره چشمه سنگی مینامند. اکا سایوالی شما درباره همین چشمه یک معلومات پراتر دید پیشتر بید. شما مرحمت درباره همین چشمه سنگی گپ زنید. چشمه سنگی خیلی داری پیش در این تای بشکا موندم. همین دروی سنگ میبره همین آبی برای هم چشمه سنگیش میگن. این شما از کودکی یاد داره نه؟ از کودکی یاد داره. همین آب یک نمود خشک نشده یکم بود در نتیجه سالی هم همین ای وقت دروی هم سنگ میبره برای هم چشمه ای خیلی یکم وقت نکفتن که خیلی از داخل سنگ آب میبره. یا دروی سنگ میبره همین یک کپی داره دروی هم سنگ میبره. دروی سنگ عجایب این یکم خصوصیت شفایی داره. شفایی داره بسیار آدم هم میان برای شفا میبرن. او میبرن حالی. نه که کمتر این همه دانه میرسن. نه خیلی جز 5-6 خودگی همین بسیار میبرن. اکنون موضوع دیگر خرسندی‌آور است که با دستگیری صاحبکاران و شخصان سخاوتمند از شهرات تا دهه مسافه 6.5 کیلومتر راه ساخته شده است، لیکن راه‌های بین کوچه‌های اولیچادره خاکی میباشند. نفری که به این دهه سفر مینماید برای آنکه مثل ما عذاب نکشد حتما همراه خود پایافزال سبک گیرد. در دست من شتاتیو این پایه برای کامera تقریبا 5 کیلوگرم وزن دارد. همچنین ژیلت از یک چند کیسه عبارت است. در اینجا تجهیزات هست که این را من به شما نمیگویم و طول هر سفری که ما میرویم حرکت میکنیم در کوهستان راهها درست و هموار نیستند و پر از چنگ و خاک هستند. من حاضر در پای من طفلی هست. البته طفلی و شیم من قریب که پر خاک شده است و ما کوشش میکنیم در هر سفر پای افضالمون رو عوض کنیم و در اینجا من گمانه کردم که اینقدر چنگ و خاک می شود مثال باز پایافزال سبکتر کیتی یا کراسوفکی می پوشم. نه که در هر صورت مهم برای ما انجام دادن کاری که به ذمه ما گذاشته شده است، کاری که یعنی موادی که ما میخواهیم اون رو به سهم شما رسانیم. اکنون درباره وضع اجتماعی دهه اولیچادره مکتب دارد. این مؤسسه دولتی تحصیلات ابتدایی 4 ساله است. همگی 40 جای نشست دارد. خرسندی‌آور آن است که ساختمان بنای نوی مکتب سال 2022 آغاز یافته است برای 100 جای نشست. پیش از آن که ختم کنندگان مؤسسه تعلیمی که همچون مکتب ابتدایی بود بعد ختم آنها به دههای دوردست جماعت سفربر کرده میشد. در وقت زمستان و راه رفتن آنها مشکلات زیادی شد. امروز خوشبختانه صاحبکاری پیدا شد که برای ساخته با استفاده دادن 6 سیمخانه علاوگی در نزد مؤسسه که حالا شما شاهد همین هستین، این برای ساکنان دهه یک خوشبختی خوبی است. بغیر از این ما میتوانیم که در این دهه بغیر از این که از حدود جماعت با مسافه 6 کیلومتر 300 متر راه دهه سفر کرده شده است. ما اصلا با آن صاحبکارانی که امروز با دستگیری خلق را میکنند، فکر خلق را میکنند، فرزندان خلق را میکنند. آماده باشید به صحیفه چوباندازی رسیدیم. قصه های جالب اگر راست ایستاده باشید به حضور نشسته تماشا کنید. اولیچادره چوباندازان نامدار دارد. در دیر حولی اسب هست. مثل این حولی این اسب خوشزاد است. این سال باری اول در معرکه های بزکشی اشتراک می‌ورزد. یکی از چوباندازان نامدار تاجیکستان بابای سمرالدین چوبانداز امروز در سن 90 سالگی است و در همین حولی زندگی میکند. متاسفانه ما بابای سمرالدین را در خانه پیدا نکردیم و به پایان رفته است، لیکن بابای سمرالدین در همین سن 90 سالگی انا همین اسب سمن را این سال تربیت کرده است. این اسب 6 سال دارد و این سال الکی برای معرکه بزکشی تیار است و در معرکه بزکشی این سال اشتراک خواهد کرد. اسب سمن 6 ساله.
یکی از شغل‌های پسندیده ساکنان دهه اولیچه‌دره این پرورش اسب و چاواندازی میباشد که این زمان اسب‌ها برای معرکه‌های بزکشی تیار شده ایستاده‌اند. ماه اکتبر موسم یکی از بازی‌های ملی بزکشی نزدیک می‌شود. اینها چاواندازان دهه میباشند. با این معرکه‌ها اسب‌ها را آماده می‌کنند. من هم سوار اسب تازی هستم. این اسب همینجا تربیت یافته است. اسبی که من بالای آن سوارم اسب لاچی نام دارد. این اسب را حاجی قربان چیلیف تربیت کرده است و این اسب لاچین در یک چند معرکه های بزکشی اشتراک کرده است و سالمی پیش اسب و شتر بریده است و این لحظه حالا که من میبینم اسب الکی به معرکه بزکشی آماده است. چو چو چو. هم صحبت من از اولیچه‌دره تور از پرور نامتون اکای شریف خان درباره همی نگاهبین اسب گپ زنیم. نگاهبین همی اسبای بزکشی را ما ماهی اپریل خیلی تربیت مقصد چی خوراک چی غذا میتین اسب؟ اول ما پیش از جو دادن لنگر طویله میگن از زبان ترکی طویله کرده بعد ما بعضی آدمای خیلی جوشون ترا شد و جو میتن. چقدر جو میرود در یک سال؟ یک سال داد ممکن 1.5 تن برای یک اسب یک جانور. وابسته به چی اسب هم هست که میشود اسبای هستن که خوراکشون زیادن اسبای زیادی نه اسبای محلی باشد با کمتر. با اسبای یک جای هم هست؟ بله اسبای یک جای هستن که مدتی 2 ماه خرید در یک جو اون رو میبندن بعد از جو برآوردن از یک جو برآوردن با آهسته اونها رو با اتیود کردن مثل نودوانده با خنک میورن. این اسب برای بز تیاره الکی؟ نه الکی ممکن مونده باشه یک هفته دیگه. یک هفته دیگه. بهترین سلامت باشین. جایی که اسب است آنجا استاخانه آهنگری است. داخل استاخانه شدیم. آتش و آهن گفتن کوبل و صدای آهن به گوش میرسد. تیرما اینجا برای استا همین طور کار بسیار است. برای اسب نل و در برابر آن دیگر اسب‌های برای روزگار ضرور میسازد. این لحظه ها ما همراه استا برای اسب نل تیار کرده هستیم. استا مرحمت درباره علی تیار کردن این نل گپ زنیم. هیچ که آهن بود. یا آهنی خب تیار میشود وقتی در پورا میمونه آهن گرم میشود. وقتی گرم آهن بودایی که بهار نمیشه. استا عقیل آزه بخشش 1 دقیقه شما چند سال همین کار را مشغوله؟ ما از سال 96 شما پدرتون همین کار را میکرد؟ پدر بوده اولان هسته پدر بوده میکرد اما کون میکرد احمدی گذشته ای غیر نه پسی پدری ای غیر نه بود 2 سال میکنم در از چیزی که در کوه مهم زکر شد کوه شد اجرا میکنه خیلی میکنه. شما را استا کی نام میبرند؟ استا کی نام میبرند نام کن؟ نه استا حسین. برای آنکه اسب‌ها در معرکه‌های بزکشی اشتراک ورزند حتما از نزد استا میگذرد. برای آنکه این جانور خوب دویده تواند استا نعل سوم پایهایش را نو میکند. عاید این موضوع قصه ها دراز هستند. چی علاج؟ وقت محدود.